باورتون نمیشه این خوابگاه لاکچری با این امکانات توی ایران باشه. خوابگاه دخترانه تلاش که برای دانشجوهای علوم پزشکی تبریز افتتاح شده، لقب لاکچری ترین خوابگاه ایرانو گرفته. این خوابگاه توی 5 طبقه ساخته شده که امکاناتش از یه هتل 5 ستاره هم بیشتره. توی هر سوی 2 اتاق مبله وجود داره که سرویس بهداشتی و تلویزیونش هم مجهز است و حتی ورود دانشجوها هم با استفاده از گیت‌های هوشمنده که تصویر دانشجوها رو اسکن میکنه و نیاز به نگهبان هم نداره. حیات خوابگاه رو هم برای راحتی بیشتر چمن مصنوعی کردن و حتی تو آشپزخونه‌شون هم گاز دیجیتال گذاشتن که دانشجوها برای درست کردن غذا زیاد اذیت نشن. شاید باورتون نشه ولی کافه و باشگاه و آرایشگاه و کافی نت هم توی این خوابگاه وجود داره که دانشجوها نیاز نباشه کلی وقت و هزینه برای اینا بیرون از خوابگاه بدن.